17 ایون سال 2021 به بررسی پرونده پرسر و صدای شکنجه ساکن ترسونزاده حسن یادگورف بالاخره نقطه گذاشت و سه افسر میلیتسیا را بر اساس سه بند کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 316 بیرون رفتن از حد وکالت منصبی، 323 ساختکاری خدمتی و 143 شکنجه گناهکار شناخته به مولت 10، 12 و 13 سال روان زندان کرد. در این باره ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بیجزایی در تاجیکستان یک سازمان حامی حقوق که حقوقدانهایش در این پرونده از منفعت‌های جانب جبر دیده حمایت می‌کردند خبر داد. دادگاه عالی شیرعلی عزیزوف سروکالتدار شعبه میلیتسیای پایتخت را به 13 سال زندان، سعدی دولت مرادزاده سروکالتدار بخش کوفتکوف جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ترسونزاده را به 12 سال زندان و ایرج نعیموف سروکالتدار عاید به پرونده‌های خیلی مهم ریاست کوفتکوف جنایت‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را به 10 سال زندان محکوم کرده است. از زمان در کودکس جنایتی تاجیکستان علاوه شدن ماده مخصوص شکنجه این شدیدترین جزایی است که دادگاه تاجیکستان با جرم شکنجه صادر می‌کند. یادآور می‌شویم این سه افسر میلیتسیا به شکنجه ساکن ترسونزاده حسن یادگورف ایبدار می‌شدند. حسن یادگورف ماه نوامبر سال 2017 با گمان دست داشتن در قتل پیشخدمت یک طرفخانه در شهر ترسونزاده دمیتری کریموف ایبدار می‌شد.